بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعنا. دوستان عزیز، درس امروز ما حوار چهارم است بین الحافظین، بین دو قاری ها. خیلی مختصر و آسان است. فقط عبارت را می خوانم به همراه ترجمه و شما این حوار را یاد کنین. بعد از یاد کردن به همراه دوستانتان باید در محاوره، در گپ زدن استعمال بکنین. مثلا شروع میکنیم که خالد میپرسد هل حفظت القرآن را حفظ کردی؟ قرآن را محبوب میگوید نعم الحمدلله حفظت القرآن و انت، تو حفظ کردی؟ خالد همچنان میگوید و انا کذالک، من همچنان حافظ هستم الحمدلله. این حفظت القرآن، قرآن را در کجا حفظ کردی؟ محبوب در جواب میگوید حفظت فی مدرسه فاروقیه و انت، من در مدرسه فاروقیه حفظ کردم. و انت، و تو و شما؟ خالد در جواب میگوید اما انا فقط حفظت فی مدرسه اشرف المدارس، من قرآن خود را حفظ کردم در مدرسه اشرف المدارس. محبوب باز میپرسد کم سنتا استغرقت فی الحفظ، در چند سال قاری شدی، چند سال در بر گرفتی؟ خالد میگوید استغرقت 3 سنین و الحمدلله، 3 سال را در بر گرفتم. و انت، و تو؟ محبوب میگوید اما انا قد حفظت ولله الحمد بسنتین و نصف، من قرآن را در 2.5 سال یاد کردم. خالد میپرسد هل راجعت حفظک، گردان کردی قرآن را بعد از حفظ کردن؟ محبوب میگوید نعم راجعت حفظی والحمدلله، گردان هم کردم. خالد باز میپرسد که مدت المراجعتی، مدتی امو گردانت چقدر است؟ در چند ماه گردان قرآن را پکه کردی و بعد از حفظ کردن خوب صحیح یاد کردی؟ محبوب میگوید الشکر لله اتممت المراجعه فی 6 اشهر فقط، در 6 ماه گردان خود را به اتمام رساندم، مکمل کردم. خالد میگوید اما انا فقط اتممت المراجعه بعد سنه کامله، بعد از 1 سال مکمل گردان خود را مکمل کردم. محبوب میگوید وفقک الله یا اخی للخیر حیث ما کان، خداوند تو را موفق بکنه ای برادر من، للخیر حیث ما کان، هر جایی که خیر بود به همونجا الله تعالی تو را موفق بکنه. خالد میگوید ولک مثل ذلك، برای تو همچنان. و جعل الله التوفیق رفیقا لك فی کل طریق، توفیق را رفیق بگردانه برای در هر جا. در اخیر محبوب میگوید استودعک الله الذي لا تضيع ودائعه، به الله می سپارمت، به الله ودیعت میگذارمت که الذي، اللهی که لا تضيع ودائعه، امانت ها و ودائع از او، ودیعت های از او ضایع نمی شود. در اخیر خالد میگوید رافقت که سلامه، به سلامتی باش. و الی اللقاء، به امید دیدار. دوستان عزیز، در اینجا همه صیغه ها برای مذکر خطاب شده. خواهرها باید این صیغه ها را وقتی که با همدیگر محاوره میکنن، گپ میزنن، به صیغه های مؤنث تبدیل بکنن. هل حفظت القرآن باید بگوین. و انت را و انتی حفظت القرآن، حافظتون، این صیغه ها را استعمال بکنن. همچنان کم سنتا استغرقتی و انتی، و همچنان هل راجعتی حفظکی. و دیگر این که وفقکی الله یا اختی باید بگوین. و همچنان ولکی مثل ذلك و جعل الله التوفیق رفیقا لکی فی کل طریق، استودعک الله الذي لا تضيع ودائعه، اینجا استودعک باید نگوین، استودعکی. همچنان رافقت کی السلامت و الی اللقاء، اینها را استعمال بکنن. این شد حوار ما دوستا. خوب سے یاد بکنین و در وقت گپ زدن همراه دوستانتان این جملات را استعمال بکنین. و در وقت خداحافظی مثلا بگوین الی اللقاء، رافقتک السلامه، یا اینکه استودعک الله، یا اینکه وجعل الله التوفیق رفیقا لك فی کل طریق. ما در روز اول گفته بودیم که
عربی تنها به عبارت خواندن یاد نمیشه. تنها به عبارت خواندن ما زبان عربی را یاد نمیگیریم، بلکه باید خوب سعی گوش بکنین. بعد از او نوشته بکنین. کتابت خیلی مهم است و بعد از او به همراه دوستانتان این محاوره، این حوارات را خوب سعی مکالمه بکنین، با همدیگر گپ بزنین. مثلا یک همدیوال ما حافظ است یا نیست، باید از او میپرسیم هل حفظت القرآن استعمال بکنیم. یا اینکه روزانه در کتاب در کلاس حاضر میشیم، از همدیوالا پرسان میکنیم که کتاب را یاد کرده، یعنی این همین جمله را استعمال میکنیم که حفظت الکتاب، کتاب را حفظ کردی. اگر حفظ کرده باشه نعم والحمدلله حفظت الکتاب. و از